سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من امروز طرز تیار نمودنی سمبوسه کدوگینی را به شما نشان میدهم. و ما لازم است آب، نمک، آرد. ما خمیر را میشوریم. ما خمیر رو میشوریم، بعد اون رو 10-15 minut بمونیم که ایسته. تو تیار شدن این ما فرش رو از تیارکه میگذارونیم. ما فرش رو از تیارکه گذراندیم. اکنون پیاز رو تنگ ریزه میکنیم. ما فرش رو ریزه کردیم. اکنون زباله رو تنوع میکنیم. ما زباله رو تنوع میکنیم. همین خیلی ما زباله رو تنوع کردیم. اون رو ما مسکه میشکنیم. سلیویچنی مسلا. همین خیلی ما مسکه رو شکیدیم. اون رو میپیچونیم. همین خیلی ما پیچوندیم. اون رو میبریم. اونها رو هم خیلی بریده میمونیم. کمی ایستد. بعدا اونها رو تنوع میکنیم. اونها رو هم خیلی راست میکنیم. بعدا 5-10 دقیقه میستد. بعد اون رو تنوع میکنیم. زباله ما روی گرفت. ما اون رو تنوع میکنیم. همین خیلی تنوع میکنیم. ما همین خیلی تنوع کردیم. اکنون فرش رو نمک میکنیم. یک قاشق شکر میاندازیم.
میسازیم. بعدا نمک میپوشیم. اون رو میخته کرده بعدا میپیچونیم. اکنون ما سمبوسه ها رو در سر دست همینخیل میپیچونیم. انا همین خیلی ما پیچاندیم. اکنون بالای سمبوسه ها رو تخم میکنیم. اکنون ما تخم رو شکدیم. بعد بالای اونها رو کنچتک میپوشیم. انا همین خیلی این سمبوسه ها رو 20 دقیقه در تفتون میگذاریم. اکنون سمبوسه ما آماده شد. سمبوسه ورقی. با اشتهایتان اگر نوار به شما معقول شده باشد لایک مونید و پادپیسه کنید. تشکر برای دقت.